همونی بود که میگفت زرنگ منطقه است، همونی که میگفت جایزه بگیره خاورمیانه است، همونی که توریست میگرفت گروگان تحویل میداد. 4 روز پیش به فکر خودش بزرگترین دشمن و خطرناکترین دشمنش رو گرفته. فکر کرده با گرفتن یه دختر بچه 15 ساله به اسم بیتا شفیعی کل مشکلات مملکت رو داره حل میکنه. یه دختر بچه‌ای که 2 تا بوس 3 تا پوست تو این استا میذاشت. یه دختر بچه 15 ساله که فهمید سمت درست تاریخ کجاست. دختر بچه‌ای که به جای اینکه مثل همسناش دنبال دوران تینیجریش باشه و این دنبال این باشه که رنگمندی لب و بوش رو درست کنه، به فکر آینده مردمش بود. ننگ بر من و تویی باد که توی ایران ساکتیم. روز مرد که دیروز بود، باید به بیتا شفیعی و بیتا شفیعی‌ها تبریک بگیم. واقعا یه دختر بچه 15 ساله رو بردید الان توی بازجویی بهش چی میگید؟ شما وقتی به اون دختر بچه نگاه میکنید حس نمیکنید خواهر کوچولو خودتونه؟ بابا اینا نسل ویان، اینا دنده عقب ندارن. بیتا شفیعی نماینده همون نسلیه که آقاتون گفتش واسم سلام فرمانده بخونید، الان دارم واسش خداحافظ فرمانده میخونم. هانی کرده تویی که میای میگی سطح یک ایرانی، تویی که میای میگی همه رو زدی، تویی که داد میشه مثل علیتون بدنت پر زخمه، 4 تا از اون رفیقای دور و برت که مثل خود اشغالاتیان جمع کن برو یه جایی سراغ این بچه رو بگیر. مجید واشقانی تویی که اینقدر میشینی اونجا گردنتو صاف میکنی میگی من حقیقتو میگم، حقیقت اینه، یه حرفی دربارش بزن. وطن پرستایی 12 روزه، چرا در رابطه با بیتا شفیعی حرف نمیزنید؟ چون بچه لبنان نیست، بچه غزه نیست، یا اینکه بک‌گراند گوشیش عکس شاهمونه به جای که عکس آقاتون باشه؟ اون ضرب المثلی که میگن 40 کیلو باشه ولی مرد باش، واسه بیتا شفیعیه. قبل از گرفتنش گفت اگر منو گرفتن صدای من باشید، من و تو باید صدای این بچه باشیم. اگر نمیخوای 2 روز دیگه بیتا شفیعی بشه نیکای دوم، بشه مهسای دوم، امروز هممون باید صداش باشیم، هممون باید ازش حرف بزنیم تا این جمهوری اسلامی ضحاک، اینایی که به هیچ کس رحم نمیکنن، جرئت نکنن دست به این بچه بزنن. این بچه الان حالش بده، صداش باشید.